بابای حاجی، امر معروف فرض است یا سنت؟ امر معروف واجب است برادران عزیز. امر معروف یعنی حکم واجبی را دارد. در این اطراف حدیث های از پیغمبر من داریم: اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی فإن لم یستطع فبقلبی فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی و ذلک اضعف الایمان. یعنی ببینین هر یک منکرات شرعی را که دیدین شما باید که با دستهاتون تغییر دهید. اگر امکانیت او نشید با زبانتون، امکانیت ویش نشید با قلبهاتون. لیکن با قلب گفتن این نشانه ضعف ایمانه. یعنی این حدیث تأکیده. از این خاطر وقتی که تأکید شد حکم واجب میگیره. برای همین است که بین در مسجد وقتی که ما و شما میدراییم، وقتی داملا امر به معروف و نهی از منکر میکند میگه حرم الصلاة و الکلام حتی یتیم الخطبه. یا در حالت خطبه یا در حالت امر به معروف که اینا حکمشان واجبن، میگه وقتی که آدم که داخل شد برای او گپ زدن، برای او نماز خواندن اجازت نیست تا زمانی که امام یا خطیب خطبه را تمام نمیکند یا موعظه‌اش را تمام نمیکند. او را که حکمش واجب است، تحیه مسجد که حکمش مستحب هست، از این خاطر یعنی حق عبادت کردن در برابر این نداره. برای همین برادران عزیز و گرامی، امر به معروف و نهی از منکر حکمش واجب است. خب مردهایی که ریش را برای زیباگیشان میمانند نه به خاطر سنت ثواب میگیرند. هر یک کاری را که برادران عزیز انسان انجام میدهد در اون نیت اعتباره. پیامبر نازنین ببینید میگه انما الاعمال بالنیات لکل امرئ منهم ما نوا. هر یک عمل وابسته به نیت. میرسد شما را آن را که نیت میکنید. یعنی برادران عزیز و گرامی، اگر ریشه که به خاطر زیباگی باشد در اوج ثواب سنت نیست. اگر به خاطر سنت باشد در اوج البته ثواب سنت است. و مانند این اگر روزه من به خاطر داناندن باشد من پاداش روزه را نمیگیرم. اگر حج من به خاطر داناندن باشد و مردم گوید ای حج رفته است، من یعنی حاجی نیستم و من روز قیامت از صف حاجی ها سر نمی بردارم. اگر من خیر احسان کنم به خاطری که گویند ای خیر احسان کرد، ببینین من ثواب او صدقه من نمیگیرم. به خاطر نیت من خالص نیست، نیت من ثواب نیست، نیت من نشان دادن است، نیت من داناندن است. مادامی که نیتم به دیگر مقصد که هست، از این لحاظ من ثواب سنت و ثواب او فرض نمیگیرم. بین شاعر میگه نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. اگر نمازی که او صدقان نباشد، نمازی که در او خاص به خاطر خدا نباشد، همون در کعبه هم که بگذاریش او قبول نیست. میگه
او ثواب نمازم نداره. برای همین هر یک کار برادران عزیز با نیت ما و شما اعتبار داره. خدای مهربان خیرتون تا برادر عزیز.